عرضم به خدمت شما که اگه موز با پسته دعوا بکنن، موزه به پسته میگه که ناکس تو چته که همیشه نیشت بازه. پسته برمیگرده میگه از تو که بهترم، به خاطر 200 تومن جلو همه تا کمر خم میشی. اعوذ بالله منم شیطان الرجیم. سالی که گذشت پارسال بود، سالی که خواهد آمد امسال است و این یک دستاورد بزرگ برای ملت‌های منطقه است. سالی که گذشت سال فشارهای ارتحال‌آور بود در عرصه بین المللی، تحریم‌های سوزنده و قیام‌های کوبنده و بشار درنده، یعنی عزیز بنده. اتمی هم که خب بیدنده پرونده رو پرونده داور سود زد چون هنده. بله. در عرصه داخلی هم شاهد شیرینکاری های رئیس جمهور خدوم بودیم که الهی سر تخت مردشورخونه بشورنش. در همین ابتدا یک دو بیتی میخواستم تقدیم مقام عظمای ولایت بکنم که میفرماید جهنم گر غمت پایان ندارد، به درک گر سرت سامان ندارد. بخندم من به این ریش ولایت که ضایع تر از این امکان ندارد. الان هم در همه زمینه ها ما پیشرفته ترین کشور دنیا هستیم. بله، یه قلم قیمت نون سنگک با ویندوز 7 یکی شده. بله، واحد ریال رو هم با استفاده از فناوری‌های شیمیایی به پهن تبدیل کردیم. بله، خواهش می‌کنم. این تنها دستاورد شیمیایی ما نبود. الان تو تهران هر کس میتونه با یه نفس کل جدول مندلیاف رو بکشه تو ریه‌اش. بله، این دستاورد کمی نیست. هر کس در دید بازدید عید پسته بردارد از منزل اون میزبان بریزد داخل جیب خودش، اون مفسد فی الارض ها، اون جیبهایش را در ملأ عام تخلیه میکنه. شروع کنیم. دو دست سال گذشته یک فتنه بود. شما ملاحظه کنید مردم ما خودشون به پا خواستن، در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان ما زد. این کار رو خود مردم کردند. این خیلی معنا دارد. خوش رئیس جمهور سوگند میخوره که قانون اساسی را اجرا کنه. قسم دروغ خورد. خوش. بله، ولو اگه بخوام این بحث از بود کمباینی بهشت بگم یه بحثه، اگه از بود استراکتوریک بخوام بهت بگم یه بحثه، اما من از تخصص خودم یعنی همون ژئوپلیتیک وارد میشم که میگم ببین محسن جان، این سید علی مثل یک مترسکی میمانه که یه عالم زمین درشه، نه بذری هسته که بهش میرسه، نه اویی بهش میرسه، نه افتویی بهش میرسه، فقط یک سری علف سگی که همین بسیجی ها باشن درورش در آمده. حالا راه حل چیه؟ راه حل به نظر شما چیه؟ تخیل فکر میکنید چیه محسن جان؟ ها خودم بهشت میگم تنها کاری که خودش میتونه بکنه، یعنی خامنه ای میتونه بکنه اینه که نقش کود را بازی کنه. یعنی یه پاویل بزنه، ده تا پاویل بزنه، سه تا پاویل بزنه، یه قبری بکنه واسه خودش هم همونجا بگیره، تک بگیره بمیره همونجا. تمام، هم ما راحت میشیم، هم شما راحت میشیم، هم بینندگان عزیز ما که الان پای برنامه اصلا دارن برنامه ما رو نگاه میکنن و به بود استراکتوری که برنامه ما دارن نگاه میکنن به یک راه حل بزرگ دست پیدا میکنن. نمیدونم شما رضا منوروفسکی رو میشناسی یا نه؟ منوروفسکی از چهره‌های بعد از فروپاشی شوروی بود دیگه ها. نه ببخشید مال داستان دیوار برلین بود، درسته؟ آره خب اون برم مخبر و دولت سمت کوچه برلین یه دیواری بود، همین بابا ازش رفت بالا که گرفتنش زندگیش فرو پاشید. همینو دارم میگم. حالا اینو میخوام بهت بگم، خیلی
اصلا پسند میکرد، خیلی اصلا پسند میکرد. اما وقتی خورد به خنس، وقتی اون داستان خیتش با جماعت آقا مصطفی اینا لو رفت، کل جواهل من یعنی جاهل‌ها گذاشتنش کجا؟ تو آنپاس، تو گوشه، یعنی رتته. آره. حالا اون که رضا منور بود با 130 کیلو وزن، 40-50 تا نوچه قسم خورده دور و برش. این سیدعلی که با استخون 30 کیلو بیشتر نی و از نوچه‌هاش هم که چیزی نمونده جز همین نمیرالاسلام والمسلمین حاج آقا جنتی که اونم جز آثار باستانی نظامه، دست بهش نمیشه زد. آره اومده بود طرف اومده بود میگفت تو کار فروش پسته دست دومم، میگفت پسته دارم شیک کیلویی 20 تومن، مال یه پیرمرد پولداری بوده که دندون نداشته، فقط نمکاشو میک میزده. این اوضاع دیوونش کرده، اون انترش عصبیش کرده، فشار خونشو بالا میبرم وقتی جفت روی عکسش میپرم. بیا سیدعلی جفتت کم بنداز بابا، اینقدر دیگه ما رو دست ننداز، زندگی افتاده توی دست انداز، آب خورتو تو بگیری و دستت باز، همه نوچه ها در بدرن جیبای ملتو میزنن، آخ اگه دیر به جنبی اما متم میبرن، بدو 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 دیره، دومت حالا توی این تنه گیره، آره روزگار داره حال تو میگیره، دیگه دیره نظامت مثل خره پیره، اگه خیلی گاز بدی یه دفعه میمیره، بدو دیره دومت حالا توی این تنه گیره، آره روزگار داره حال تو میگیره، دیگه دیره نظامت مثل خره پیره، اگه خیلی گاز بدی. غلط میکنن. آروم 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 آروم، ای بابا شما این دوست ما خانوم، گوش کن دلت میخواد باشی اولین شخص، یه نظامی میخوای بدون نقص، بیخیل بابا حالا یه لحظه مکس، عمرن هیچ وقت نمیشی تو ریلکس، دلس میشه کسد بگی رکس، زا میزنم مثل بوزا به رکس، همه یه پاتون بالا مثل لک لکو، ریتم عوض شد بگیر چکو چکو، رفتی زیر ضربات کوبنده، میرسونن تو رو مثل یک جنبنده، که همه دنیا به تو میخنده، اون انتر خالی میبنده، میگه تنگه هرمزو میبنده، بابا تو میدونی قیمت دلار چنده؟ اخلاقت چه بد اخلاقه، آقا مشتبات چقدر غلطاقه، تو میخوای چه کار کنی آقا اولاغه، هر جای دنیا باشی میان سراغه. بیا سیدعلی جفتت کم بنداز بابا، اینقدر دیگه ما رو دست ننداز، زندگی افتاده توی دست انداز، آب قورتو تو بگیری و دستت باز، همه نوچه ها در بدرن جیبای ملتو میزنن، آخ اگه دیر به جنبی اما متم میبرن. بدو دیره دومت حالا توی این تنه گیره، آره روزگار داره حال تو میگیره، دیگه دیره نظامت مثل خره پیره، اگه خیلی گاز بدی یه دفعه میمیره، بدو دیره دومت حالا توی این تنه گیره، آره روزگار داره حال تو میگیره، دیگه دیره نظامت مثل خره پیره، اگه خیلی گاز بدی